واقعیتش اینه چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید در حوزه دفاعی و موشکبر برسه به 200 کیلومتر. جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنن. این خواسته آمریکایی هاست و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشن. دیگه چی؟ مسئله حقوق بشر. حقوق بشر از نگاه امریکایی ها این است، یعنی مجلس شورای اسلامی قوانینش بر مبنای منابع اسلامی نباشد، یعنی قدرت دفاعیش رو از بین ببرند. قدرت دفاعیش رو نهادهای انقلابی که حافظ این انقلاب و منافع ملی کشور هست از بین ببرند. دیگه اصلا چیزی نمیمونه که بعد این امریکایی ها اینها رو مطرح کردند. من باز تاکید میکنم مذاکره مسیر خودش رو باید بره، اما بدونیم امریکایی ها این رو میخوان.